دوستان، با آرزوی صحتمندی و قبولیت طاعات و عبادات همه شما. ویژه برنامه کشف است و با شما هستیم از کانال تلویزیون افلاک. بله، قسمی که همه میدانیم در آستانه دهه اخیر ماه مبارک رمضان، یعنی شبهای لیلة القدر قرار داریم. بیاین تصور کنیم در تاریکی شب داستان سرنوشت همه ما شما نوشته میشه، اما نه در دستان خود ما، بلکه توسط نیروهایی که دیده نمیشوند. بله دوستان، این فقط یک افسانه نیست، بلکه حقیقت است که هزاران سال پیش در کتاب‌های مقدس آمده است. در این برنامه درباره شب سخن میگوییم که از 1000 ماه برتر است. دقیقاً، رمضان فقط ماه روزه و پرهیز نیست، بلکه فرصتی است برای بیداری روح، فرصتی که در آن هر لحظه میتواند نقطه تحول در زندگی ما باشد. اما راز واقعی این ماه در چیست؟ چرا لیلة القدر، شبی که قرآن در آن نازل شد، تا این حد مهم و متفاوت شمرده شده است؟ دقیقاً حکمت‌های رمضان چیز فراتر از آن است که در ظاهر دیده می شود. نه تنها جسم، بلکه ذهن و روح نیز در یک سفر بی‌نظیر قرار می گیرند. دانشمندان امروز اثبات کردند که روزه فقط یک عبادت نیست، بلکه مکانیزم پیچیده برای پالایش ذهن و جسم است. اما شب‌های قدر، شب‌هایی که دروازه‌های تغییر باز می شوند. گفته شده در این شب‌ها فرشتگان الهی در یک مأموریت ویژه بر زمین فرود آمده و تقدیرها نوشته می شود. اما آیا ما آماده هستیم تا از این فرصت بی‌نظیر استفاده کنیم؟ با این حال باید بدانیم که روزه فقط گرسنگی نیست، بلکه یکی از بزرگترین فرصت‌های روحی و ذهنی می باشد. قسمی که جایزه نوبل پزشکی یا طبی سال 2016 به یوشینوری اوسومی، دانشمند ژاپنی، تعلق گرفت، چرا که او ثابت کرد روزه مکانیزم اتوفاژی را در بدن فعال می کند. بله، اتوفاژی یعنی سلول‌های مرده و آسیب دیده از بین می روند و بدن از درون پاکسازی می شود. دقیقاً همان چیزی که قرآن 1400 سال پیش به ما گفته است. در سوره بقره آیه 183 آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شده همان گونه که بر امتهای پیشین واجب شده بود، باشد که پرهیزگار شوید. این یعنی روزه فقط برای مسلمانان نیست، بلکه یک ابزار جهانی برای پاکسازی ذهن و جسم می باشد. پس در این میان چرا شب‌های قدر تا این حد مهم و متفاوت شمرده شده است؟ آیا فقط یک باور دینی است یا که پشت آن منطق علمی هم وجود دارد؟ بله، شب‌های قدر شب‌هایی است که دروازه‌های تغییر باز می‌شوند. دانشمندان می‌گویند که در این شب‌ها امواج مغزی انسان در سطح بالاتر از تمرکز و آرامش قرار می‌گیرد، چیزی که صوفیان، فیلسوفان و عارفان قرن‌ها پیش درک کرده بودند. قسمی که مولانای بزرگ گفته است: آن لحظه‌ای که در دل شب با خدای خود سخن می‌گویی، گویی کائنات در برابر تو زانو زده است. البته که هدفشان دقیقاً همین شب‌های قدر است. و در قرآن سوره قدر آیه 3 نیز آمده است: شب قدر بهتر از 1000 ماه است. 1000 ماه یعنی تقریباً 83 سال، یعنی یک عمر کامل. دوستان دقت داشته باشید، شاید این آیه نشان می دهد که در این شب هر تصمیم و دعای می تواند مسیر زندگی را برای همیشه تغییر دهد. همچنان انشتین درباره زمان نسبی نظریه دارد. او می گوید شاید شب‌های قدر لحظات کیهانی باشند که زمان در آنها فشرده‌تر شده و اتفاقات مهمتر رخ می دهد. از نگاه فلسفی شب قدر نماد از لحظات تحول است، لحظاتی که انسان می تواند مسیر سرنوشت خود را تغییر دهد، درست مانند یک نقطه چرخش در تاریخ زندگی بشر. و از نظر علمی هم تحقیقات نشان داده که در این شب‌های خاص امواج مغزی انسان به سطح از آرامش و تمرکز می رسد که تصمیمات مهم زندگی در این لحظات اثرگذارتر می شود. همچنان در قرآن کریم سوره قدر آیه 4 آمده است: در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای هر کار نازل می شوند. اما آیا این نزول فقط یک مفهوم روحانی است؟
دانشمندان معتقدند که لحظات خاص در زندگی انسان وجود دارد که ذهن او آماده دریافت الهامات، ایده های جدید و تصمیمات حیاتی است. در همین مورد استیو جابز، خالق کمپانی اپل می گفت: لحظات در زندگی وجود دارند که اگر درکشان کنید سرنوشت شما را تغییر خواهد داد. و شب قدر همان لحظه است که اگر درست از آن استفاده کنیم می تواند زندگی ما را به شکل درست دگرگون کند. پس این شب فرصت برای بازنگری، رشد و تغییر واقعی است. شاید سرنوشت را ما ننویسیم، اما می توانیم قلم را در دستان خود بگیریم و راه بهتر را انتخاب کنیم. با این حال متوجه میشیم که رمضان فقط درباره دعا و روزه نیست، بلکه فرصت برای تغییر زندگی است. قسمی که ایلان ماسک، بیل گیتس و استیو جابز همه دوره‌های پاکسازی ذهنی داشتند. بله سیروس، دقیقاً این افراد در دوره‌های خاص از زندگیشان از محدودیت غذایی یعنی گرسنه نگه داشتن خودشان و مدیتیشن برای افزایش تمرکز و خلاقیت استفاده می‌کردند. چیزی که در رمضان به شکل روزه و عبادت وجود دارد. در همین ارتباط نیچه دانشمند دیگر گفته: کسی که دلیل برای زندگی دارد می تواند هر چالش و هر چگونه زندگی را تحمل کند. و دقیقاً رمضان همان دلیل یا آزمایشی است که به ما کمک می کند سختی ها را تحمل کنیم، تمرکز دقیق و اعتماد به نفس داشته باشیم و آینده بهتر بسازیم. بله دوستان، در نتیجه باید گفت که رمضان فقط یک ماه نیست، بلکه یک دانشگاه است. جایی که یاد میگیریم چگونه خود را از نظر ذهنی، جسمی و روحی رشد دهیم. بله، با امید قبولی عبادات و موفقیت های همه، جا دارد تشکر کنیم از حمایت و پیام های دلگرم کننده همه شما دوستان. و دقیقا نظر به تقاضای شما بود که اولین برنامه را با مناسبت این ماه پر از فیض و برکت ساختیم. امیدواریم چیزی در اندوخته هایتان افزوده شده باشد. خب دوستان، اگر می خواهید ما را دوباره ببینید و همراه ما در مسیر کشف های بزرگ باشید، همین حالا صفحات ما را در یوتیوب، فیسبوک، تیک تاک و اینستاگرام دنبال کنید. ما در تلاش برای بهتر شدن و کشف موضوعات شگفت انگیزتر هستیم. پس با یک لایک و یک جمله در بخش کامنت نشان دهید که هستید تا ما هم با قدرت ادامه دهیم. چرا که ما و شما با هم میتونیم دنیای پر از آگاهی، موفقیت و فرصتهای جدید بسازیم. چون هر روز فرصت برای تغییر و پیشرفت وجود دارد. و فراموش نکنیم که ما در نخستین روزهای سال 1404 قرار داریم. پس بیاین این سال را با انرژی، آگاهی و تصمیم‌های بزرگ آغاز کنیم. چون هر لحظه فرصتی است برای پیشرفت و تغییر. همیشه بیاموزید، الهام بگیرید و به کشف ادامه دهید.